سلام دوستان، به محض اینکه عظما فهمید شیخ فری برای سگای زنجیری نیروی انتظامی فک زده، دست به کار شد و خودشم پرید وسط معرکه تا هم برای جونورای انتظامیش حوزه امنیتی بخونه، هم با شیخ فری و باند کوسه تصفیه حساب کنه. قبل از هر حرفی هم شروع کرد به خود امنیتی که ای وای، امنیت امنیت خیلی مهمه. اونجایی که امنیت نیست مردم میفهمند قدر امنیت رو. مردم باید احساس امنیت بکنن. احساس امنیت هم متوقف است بر وجود واقعی امنیت. امنیت باید واقعا وجود داشته باشه. باید نیتتون، همتتون این باشد که هرچه ممکنه این سطح امنیت را و ایمنی بخشی رو بالا ببرید. بله، یعنی اینقدر امنیت کرد که به قول انترش امنیت دونش پاره شد. بعد از اون بود که رفت برای پشت پا زدن به شیخ فری. اگه یادتون باشه شیخ فری تو جمع همین اراذل و اوباش امنیتی اینطور نالیده بود: منکر اصلی در جامعه فساده، منکر اصلی در جامعه ریاست. اینا را ما باید از بین ببریم. چسبیدیم به 2 تا 3 تا فرع کوچک اسلام و فکر میکنیم تمام منکر اونجاست، تمام معروف هم اونجاست. نه، دنیای معروف دنیای بسیار وسیع است. حالا بشنوید از علی گدا که چجوری میذاره تو کاسه شیخ فری. بهش میگه فرع کوچیک چیه؟ اصل کاری هموناست. جان من، موتورای موشکافی رو روشن کنید، خودتون حرفای عظما رو با رئیس جمهور نظامش مقایسه کنید، ببینید چه عمامه تو عمامه ای شده. امنیت اجتماعی و امنیت فردی که میگیم صرفا این نیست که تو خیابان شما از خانه که میایید بیرون تا اداره یا تا دکان محل کسب یا تا مدرسه فرض کنید کسی به شما چاقو نزنه. خب بله، این یکی از شعب امنیت که انسان تعرض جسمی به انسان نشه، بلا شک این هست. اما در کنار این امنیت‌های رقیق‌تر از لحاظ رؤیت و مشاهده اما گاهی به مراتب خطرناکتر وجود دارد. فرض کنید ناامنی که ناشی است از ترویج مواد مخدر. اگر چنانچه محیط گردشگاه ما، محیط بوستان ما، محیط خیابان ما، محیط مدرسه ما جوری باشد که اون کسی که وارد اونجا می شود، به خصوص جوانها، عمدتاً جوانها، در مقابل ترویج مواد مخدر ایمنی نداشته باشند، این ناامنی خیلی خطرناکی است. ملاحظه کردید؟ دیدید چه پشت پایی واسه شیخ فری انداخت؟ حالا که چیزی نیست، ته خنده اونجاست که علی گدای عملی اومده میگه مراقب مواد مخدر باشید. بابا تو رو چه به این حرفا؟ تو برو منقله تو علم کن. بعدم تازه 2 ساعت قبل از خودت همون یارو وزیر کشوری که جلوت نشسته رفت مجلس که بگه آقا پولای مواد مخدر داره تو بالای نظام خرج انتخابات میشه. آره. اینا اگر ما مواظب نباشیم، قاچاقچیان و کسانی که دنبال پولهای کثیف هستند، اینها احتیاج به حامی دارند و حامی را در حوزه قدرت جستجو میکنند و اگر هوشیار نباشیم اینها امکان دارد که از طرق مختلف در حوزه سیاسی، من جمله از طریق انتقال قدرت که انتقال قدرت در قالب انتخابات صورت میگیرد، اینها اعمال نظر و اعمال نفوذ بکنند. حالا همین ولی فقیه که جیب عباش پر از همین پولای کثیفه اومده داره قصه مواد مخدر رو میخوره. بگذاریم آقا، بگذاریم. حالا بریم سراغ یکی دیگه از شاخ تو شاخ شدنهای شیخ فری و علی گدا. از یه طرف شیخ فری به نیروی انتظامی اینجوری گفت: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی
نمیتونه بگه من این کار کردم برای اینکه خواستم خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت. به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه. از اون طرف ببینید علی گدا همین حرفو چجوری برمیگردونه. علی گدا میگه اصلا نیروی انتظامی یعنی مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی که اصلا نیروی انتظامی باید اسلام آخوندی رو اجرا کنه. مسئله مهمی که وجود دارد که بنده بارها تکرار کردم، مسئله اقتدار نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی در مسئولیت خود که ایجاد امنیت است، مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است. یعنی جمهوری اسلامی که جزء وظایفش این است که در جامعه امنیت ایجاد کند، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، همونطور که شرح دادیم اینا جزء وظایف ماست، جزء وظایف جمهوری اسلامی است. نمیتونیم اینها رو رها کنیم. مظهر این امنیت و عامل وسط میدان این امنیت عبارت از نیروی انتظامی شما هستید. بنابراین بایستی اقتدار داشته باشید، باید بتوانید مقتدرانه عمل کنید. حالا که بادکنک اقتدار عظما تو منطقه ترکیده، میخواد بادکنک اقتدار نیروی انتظامی رو باد کنه. بیا برو بیرون ببینم بابا، طلسم ولایت تو که ملت شیکوندن، نوبت شکستن طلسم اختناقت هم میرسه. همون جوونایی که گفتی یه اقتداری نشونت بدن که مرغای آسمون به حالت گریه کنن.